بسم الله الرحمن الرحیم. این جناب رجبعلی افروانپی از استان مازندران شهرستان قائمشهر در جاده نظامی سال 1397 یه مجتمع پذیرایی رو شروع به کار کردم که تا سال 1400 حدود 30 میلیارد هزینه شده. از سال 1400 تا حال که هر کاری رو کردم که از استان مازندران، تهران، گردشگری تمام کارها رو انجام دادم. یعنی روزی نبود که من ساری یا تهران نباشم. بعد حدود 4-5 ماه قبل جناب آقای دکتر صفایی مزید مدیر عامل محترم صندوق کارآفرین امید کشور تشریف آوردن. از نزدیک بازدید کردم که فرمودن من خودم فنیکارم. بعد ساختمان کارهای من واقعا تایید کردن و فرمودن که من این ساختمان رو باید تمام کنم. من تقدیر تشکر میکنم از دکتر، یعنی خدا شاهده بی نهایت زحمت کشیدن برای من. از سال 1400 تا الان که ساختمان من خوابیده به علت نداشتن مالی ساختمان من خوابیده بود که آقای دکتر کل کارا را آقای دکتر انجام داد، زحمت کشید، خدا سلامتی بده به آقای دکتر. همچنین به آقای گل محمدی مدیر معاون محترم اعتبارات و سرکار خانم دکتر دوانلو مدیر محترم ارزیابی طرح‌ها صندوق کارآفرین کشور تقدیر تشکر میکنم که واقعا زحمت کشیدن برای من. ساختمون من که سال 1400 تا الان خوابیده بود، حداقل من میتونستم یه سری 50 نفر 40 نفر مشغول کار کنم که واقعا موفق نشدم. از دکتر عباسی نماینده محترم شهر ما تقدیر تشکر میکنم که محبت کردن. خلاصه همه از آقای دکتر حاتمی که مدیر عامل محترم صندوق کارآفرین مازندران واقعا زحمت کشیدن، دستشون در نکنه. من یعنی وقت به من اگر بدن من برم دست آقای دکتر صفایی مزید رو ببوسم که واقعا برای من زحمت کشید. من خدا شاهده زبون من الکن نمیدونم چجوری تقدیر تشکر کنم که واقعا این 4 سال من مرده بودم، آقای دکتر من زنده کرد. من یه بار وقت به من بدین که من برم خدمت آقای دکتر که دست آقای دکتر رو ببوسم که واقعا دکتر برای من زحمت کشید، خدا سلامتی بده. خیلی کار مهم میره برای من انجام داد. من تقدیر تشکر میکنم از خانواده من، یعنی واقعا خوشحال شدن، همه خوشحال شدن. دست آقای دکتر در نکنه. دکتر خدا سلامتی بده به شما. بعد شما دیدین از نزدیک ساختمان منه که ساختمان من که 4 سال تمام به علت نداشتن مالی ساختمان من خوابیده بود. هیچ کس هم به من کمک نکرد غیر از شما با خدا. خداوند به شما سلامتی بده.